السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، خوش آمدید به کانال آسانی تیوی. امروز درس لغت عربی هست. ما ترجمه میکنیم سخن استاد عزیز را و هر کسی که در کلمه ها مشکل داشته باشد به پایان نظر کند. پایانی همه بگیم اکران ده در درس هایی که استاد عزیز تلفظ میکنه در اونجا نوشته میشود. شما میتونید که بنویسید این کلمه ها را اذیت کنید. مرحمت کنید. استاد عزیز به شما سخن را میدهیم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ استاد عزیز به شما سلام گفت و از شما پرسید که کیف حالکم، چخیل هستید شما. هازی همچنان که قد 2 نفر شما صحبت کردین، استاد از همه تلفظ ها را میگوید و ما ترجمه میکنیم. استاد از چون به عربی هم سوال میدن هم جواب میگن، ما به تاجیکی ترجمه میکنیم. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم السلام، الحمد لله، أنا بخير. اینجا یک انسان سلام داد، السلام علیکم کیف حال گفت، یعنی که سلام علیکم چخیل هست حال شما. علیکم السلام یعنی که خمون و علیکم السلام میگیم. علیکم السلام به تاجیکی هم خیل هست. الحمدلله یعنی که حمد الله را که انا بخیر. انا بخیر، انا من می شود، من خوب هستم. بخیر یعنی که خوب هستم. وهل أنت بخير يا أخي؟ و هل گفته آیا، انت تو، بخیرین خوب هستی، یا اخی گفته برادرم، یا حرف ندا است ای میگیم خمون، یا اخی گفته ای برادرم. شكرا، بارك الله فيك. من أين أنت؟ وقتی که شما کسی پرسیدین یا که کسی شما رو پرسید که شما خوب هستین، گفت شما چی گفتین؟ شکران. یعنی که شکران یعنی که شکر، خوب. بارک الله فیک یعنی که برکت الله در تو. این بارک الله فیک این کلمه بگیم در حدیث آمده است. و پرسیدیست است که من این انت، از کجا هستی تو. من از می شود، این کجا، انت تو، از کجا هستی تو. أنا من طاجيكستان، وأنت من أين؟ من از تاجیکستان هستم و تو از کجا هستی. یعنی که انا من میشید، من از میشید. تاجیکستان خیلی دولت است. و انت من این، و تو من این از کجا هستی. أنا من روسيا. أنا من روسيا. وأنت ماذا تفعل؟ وأنت ماذا تفعل في طاجيكستان؟ في طاجيكستان. گوید که انا من روسیه، من از روسیه هستم. خمون روسیهش میگیم. و انت ماذا تفعل گفت و تو ماذا چی چیز میکنی. تفعل میکنی که ماذا چی چیز تفعل میکنی. فی تاجیکستان در تاجیکستان. یعنی که پرسیدیست که تو در تاجیکستان چی میکنی. اگه آدمی که از روسیه هست و تاجیکستان را پرسیدیست که تو در تاجیکستان چی میکنی. جواب او را گفت که من از روسیه هستم و با سوال داد که او گفت در تاجیکستان هستم. گفت که تو در تاجیکستان چی کار میکنی، که به چی کار مشغول هستی. ماذا تفعل فی تاجیکستان یعنی که چی میکنی در تاجیکستان. أنا أسافر كل سنة إلى روسيا وأشتغل في تصليح البيت وفي السوق بعض الوقت. أنا أسافر كل سنة إلى روسيا وأشتغل في تصليح البيت وفي السوق بعض الوقت. یعنی اینجا میگوید که انا اسافر کل سنة الى روسیه. انا اسافر من سفر میکنم میشد.
کل سنت هر سال، یکی کل عام هم بگوید هر سال میشه. الى روسیه، به سوی چی؟ روسیه، یعنی که روسیه میرم. و اشتغل فی تصلیح البیت. اشتغل گفته به معنی که مشغول میشوم یا که کار میکنم. یا که اشتغل بگوی من به معنی اجلس، یا که اعمل مینشنم، یا که اعمل عمل میکنم. فعل مضارع چی است؟ زمان آینده. فی تصلیح البیت، در اصلاح کردن خانه. بیت خانه میشه. و فی السوق، و در بازار. بعض الوقت، بعضی وقتها، یعنی که بعضی وقتها در بازار کار میکنم. دیگر در تصلیح بیت گفته در اصلاح خانه کار میکنم. یعنی فهمت. ولماذا لا تسافر إلى السعودية لتشتغل في هناك شغل جيد. فهمت یعنی که فهمیدم. فهمیدم این فعل ماضی هست. یک تای انسانی که سخن میگوید. فهمت، جلست، همین خیله. علمت، یعنی که به معنی که فهمیدم میشه در زمان گذشته. ولماذا، برای چی چیز، لا تسافر، سفر نمیکنی. الى السعودیه، به سوی سعودی، یعنی که چرا نمیره به سعودی؟ لتشتغل، تو اینکه در اونجا کار کنی، مشغول شی. تو اینکه تشتغل، مشغول شی، کار کنی. فی هناک شغل جید، فی هناک در آنجا، یعنی که راه دور. شغل جید، کار خوب هست، یعنی که شغل چی هست؟ خوب هست در اونجا. یعنی که چرا به سعودی سفر نمیکنی؟ میگد در اونجا کار خوب هست، پرسیده است. فهمت أخي في الله. إذا أستطيع أسافر إن شاء الله. میگد که فهمت یعنی که فهمیدم. میگوید اون گفت که چرا سعودی سفر نمیکنی، در اونجا کار خوب است. گفت باید در جا گفت که فهمیدم. اخی فی الله، برادری که بگیم فی الله در الله، یعنی که به خاطر الله، یعنی که برادری فی الله میگن. که اذا استطیع، گفت هر وقت که بتوانم، استطاعت داشته باشم. اسافر، سفر میکنم. اسافر این یک انسان سخن کننده را میگن در زمان آینده. اسافر، سفر میکنم. ان شاء الله، این اگر میشد. شاء، خواهد. الله چی؟ لفظ جلاله. اگر خواهد الله. وهل أنت سافرت إلى السعودية أي مرة؟ هل انت میگوید یعنی که آیا تو، یعنی که بعد پرسیده است از آدم که سعودی نمیره. گفت که بله. گفت فهمیدم کار خوب است، خیر خدا خواهد میرم. گفت درجه میگوید که و هل انت، آیا تو سافرت، یعنی که سفر کردی. تو یک کس خطاب کردی، یک مرد، یعنی که سافرت، ضربت، نصرت، جلست، این کلمه ماضی است. خطاب کردی یک مرد. میگه که و هل انت سافرت، آیا تو سفر کردی الى السعودیه، به سعودی، به طرف سعودی. ای مرتین، یگان مراتب رفتگی هستی تو. یعنی که گفته است که مرادش همی است که مرا میگه که کار خوب است، مثلا من فهمیدم که ساز بده است، تو خودت یگان باش سفر کردگی هستی؟ گفته پرسیده استن. نعم أنا سافرت مرتين. نعم أنا سافرت مرتين. میگوید که بله. انا سافرت، من سفر کردم. مرتين، گفته دو مرتبه. مره یک مرتبه می شود، مرتين دو مرتبه. انشاءالله که این درس ها الله راضی باشه در آینده با استاد عزیز کوشش میکنن که درس ها زیادتر شود و در درس ها شما اشتراک کنین و این کلمه ها را اذیاد کنین. انشاءالله شما مدتی در 2 ماه شما علاقه گپ زنی لغت عربی را به خود میکنین. انشاءالله از خود میکنین شما. و در این درس ها وقتی گوش میکنین شما فراموش نکنین آبو نشیدن را و لایک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.